یکی از نشانه های دل تاریک این وقت نام الله و یاد الله ذکر کرده می شود دلش تنگ می شود و نفرتش زیاد می شود. الله پناه دهد. چنانکه که الله سبحانه و تعالی می فرماید و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. هنگامی که الله با یگانگی یاد می شود، توحید الله یاد می شود، آنهایی که دلشان مرده است آنها متنفر می شوند. آنهایی که به آخرت ایمان ندارند آنها نفرتشان زیاد می شود. ببینید نفرهایی که از انسانهای متدین و از انسانهایی که آنها خدا ترس هستند نفرت دارند. برای چی؟ برای اینکه دل آنها مرده است. حتی از دیدن مسجد، از دیدن نمازگزاران، از دیدن یک خواهر با ستر و با حجاب نفرت آنها زیاد می شود. و سبب این چی است؟ سبب این مردن دل آنها است و تنگ و تاریک شدن قلب آنها است. الله پناه دهد.